الحمد لله الذي جعل للحق ناصرا وللباطل قاهرا، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، حفظكم الله ورعاكم وبارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 16 از شناسایی خوارج و کشف شبهات آنهاست. برادران و خواهران عزیزم، اهل توحید، بارک الله فیکم، ما تا امروز در 15 حلقه گذشته خوارج القدیم را به شما بیان کردیم، معنای خوارج لغتا، اصطلاحا و با همه فرقه های خوارج به شما گذشت. حالا به مرحله دومی داخل می شویم. مرحله دومی آموزش خوارج، اینم یکی از مرحله های مهمترین آموزش خوارج و کشف شبهات آنهاست. خوارج ها را میشناسیم، جدید رو، چند نمود خوارج ها امروز هست، همش رو میشناسیم. یکم مرحله یعنی مرحله دوم خوارج ها رو میشناسیم. خوارج قسم دوم، خوارج زمانه را، چند نمود هستند، چه عقیده اینان. و مرحله سوم یک به یک مسئله ها رو کشوده هر یک مسئله رو جواب خواهیم داد. بارک الله فیکم. اکنون خوارج زمان ما، خوارج عصر حاضر، خوارج، همه این عباره ها درست است. خوارج هایی که در زمانه ما هستند، این را خوارج معاصر می‌گویند، خوارج زمانه ما، خوارج های جدید. امروز خوارج هایی که در همین عین حال وجود دارند سه نمود است. یعنی امروز خوارج ها وجود دارند. بسیاری کسانی که علم فرق را نآموختند، از علم فرق شناسایی، فرقه شناسایی بیخبر هستند، فکر میکنند که این فرقه هایی که بود، مثلا خوارج در زمان سلف بود، قدریه، جبریه، جهمیه، مرجئه، این فرقه ها میگن در زمان سلف بود، امروز وجود ندارد. برای همین در وقت آموزش فرقه شناسی اهمیت نمیدهند. میگن که چی لازم است، این فرقه ها بود و گذشت و رفت. این فرقه ربط میدهند به علم تاریخ، لیکن این جهالت است، این بی علمی است، این بی منهجی است. زیرا که علم فرق از علم تاریخ نیست، بلکه علم فرق شناسایی به فرق و عقاید آنها از علم عقیده است. شناسایی هر یک فرقه، حکم آنها، عقیده آنها را دانستن و حکم آنها را گذاشتن از علم عقیده است. یک. ثانیاً، فرقه هایی که در زمان قدیم بودند نابود نشدند، به پایان نرسیدند، نیست نشدند، بلکه تا امروز وجود دارند. برعکس یک فرقه که در زمان قدیم بود، در زمان سلف بود، باز شاخه های زیادی خود را به وجود آورده، یک چند نمود شده و در بین امت پهن شده است. و از سبب بی‌علمی، بی‌منهجی، از سبب دور شدن از قرآن و سنت و فهم سلف این امت، از سبب اینکه بسیاری مسلمان ها به زیر تاثیر بدعت ها رفتند و این فرقه های باطل رفتند، اینها بارک الله فیکم امروز نمیفهمند. بارک الله فیکم. در زمان ما اگر به خوارج ها نظر بکنیم، امروز 3 طایفه خوارج ها وجود دارد.
سه طایفه خوارج ها وجود دارد و هر یک طایفه در درونش با فرقه های گوناگون دارد. یعنی سه طایفه به همون سه مذهب گفتن گپ نیست. سه طایفه امروز وجود دارد و در درون هر یک طایفه یک چند مذهب ها وجود دارد. ما حالا یک به یک به شما می‌آموزیم. خوارج های حقیقی را شما شناسید. خوارج هایی که پیامبر یقتلون اهل الاسلام و یدعون اهل الاوثان، اهل اسلام را میکشند و بت پرست و مشرکین و کفار را میگذارند. پروا ندارند. شب و روز مبارزه خوارج ها، جنگ خوارج ها برای نابود کردن منهج اهل سنت یا بگیم منهج سلف صالح است، منهج قرآن و سنت است. اولین خوارجی که امروز میبینید خوارج القدیم است. خوارج قدیم، همون خوارجی که در زمان قدیم بود امروز عیناً همون خوارج امروز وجود دارد. اینها کیها هستند؟ اینها کسانی که تکفیر میکنند به یک فعل حرام. یعنی یک فعل حرام را کسی کرد، مثلا زنا کرد، قماربازی کرد، ربا خورد، شراب نوشید، یک بخور دزدی کرد، حرام گفته این عمل ها را کرد. میداند که زنا حرام است، ربا حرام است، قمار حرام است، یا بعضی وقت نفهمید و غیره، یک فعل حرام انجام داد یا یگان عمل را ترک کرد. ما درباره ترک نماز گپ نمیزنیم، کدام نمود عمل نباشد. ترک کرد یعنی فقط نماز نه، ترک نماز در نزد اهل سنت هم کفر اکبر است. هر کسی که نماز نخواند کافر است. اما در نزد خوارج ها غیر از نماز، مثلا روزه، حج، زکات، اینها رو به خوارج نبرید. ببینید هر کسی که به نماز تکفیر کرد، زکات تکفیر کرد، روزه تکفیر کرد یا حج تکفیر کرد، این رو مذهب خوارج نگوید. زیرا که ما در شرح اربعون النووی به شما گفتیم که سلف صالح بودن که خیلی که به یک نماز تکفیر می شود به زکات کردن. این مذهب از اهل سنت است. این خیلی گپا در درون مذهب اهل سنت است. اما یک عمل که انسان ترک می کند این غیر از ارکان اسلام است. مثلا احترام پدر مادر ترک کرد، یک کسی به احترامی کرد، کمی به آدابی کرد، تکفیرش میکنه، یا و غیر و غیر. یعنی مختصر کرده بگیم به گناهی کبیره تکفیر میکنه، به گناهی کبیره تکفیر میکنه. اینها امروز خوارجای قدیمی که امروز وجود دارد، نابود نشد، در بین ما هست. ایباضیه، ایبا به حرف زا، با ایباضیه، ایباضیه ها وجود دارد. ما در شناخت خوارجای قدیم گفته بودیم که ایباضیه ها یک نمود خوارج ها بعد از نجدات، ایباضیه ها امروز یک حکومت دارد در عمان، ماست در جزیره عرب، به امارات، به سعودی، به یمن و به ایران اینها حدود دارد. به ایران حدود بحری دارد. یک طرفش اقیانوس است، یک طرفش بحر است، دو طرف دیگرش خشکی جزیره. و این چنین همین ایباضیه ها در لیبیا، در افریقا، لیبیا مشهور است. ما چه خیلی گفتیم در ایباضیه شناسی، گفتیم که ایباضیه ها در افریقا خیلی هم مشهور شده و در افریقا خیلی هم ایباضیه های غلات منتشر شده بود. در زمان قدیم هم همون تاثیرش موندگی است تا امروز. در لیبیا میدونید کدام کشور است؟ لیبیا همون معمر قذافی کافری که بود، انا همین است. حدودش به مراکش است، یکی از دولت‌های بزرگترین انا همون افریقا، بالای افریقا است. در این جایها ایباضیه ها خیلی مشهور است و عقیدهش تا به حال هست، منتشر است و این جماعت وجود دارد. و این چنین
خوارج های قدیم معتزله هم خوارج است برادران و خواران عزیزم. معتزله ها هم ما خوارج میگیم. چرا معتزله میگیم؟ چرا خوارج نمیگیم؟ معتزله میگیم زیرا که معتزله ها در زمان قدیم از جانب ایمان، معتزله ها از جانب ایمان خوارج است، به گناه کبیره بالاخره تکفیر میکند. یعنی فرق خوارج و معتزله همین است که معتزله ها میگویند که هر کسی که گناه کبیره کرد در این دنیا بین من است، نه کافر است. گناه کبیره کرده مسلمان است؟ نه. کافر است؟ نه. کی است؟ معلوم نه در نزد معتزله. اما در روز آخرت کسی که به گناه کبیره مرد کافر است، ابدالابد در جهنم است. برای همین معتزله هم نتیجه قولش خوارجی است. اما برای معتزله گفتن که از جانب اسما و صفات اینها تمام صفات الله را انکار میکنند. صفات فعلی الله، صفات فعلی خبری را انکار میکنند. همین معتزله ها بودند که در زمان احمد ابن حنبل همه علما را برده امتحان میکردند، قتل میکردند. احمد ابن حنبل را هم 18 سال اذیت و آزار دادند، حبس کردند، زدند، کوفتند تا که قرآن را مخلوق بگویند. لیکن امام احمد رحمه الله نگفتند. همین معتزله ها بودند. معتزله در یمن و زیدیه ها، زیدیه یکی از فرقه های شیعه که اینها رافضه نبود، لیکن امروز گم شده است. اینها از جانب ایمان خوارج است. حالا این امروز کسانی که خودش زیدیه میگن رافضه است. زیدیه که ابوبکر عثمان رضی الله عنهم و دیگر صحابه احترام میکرد حالا باقی نمانده است. حوثی ها همه نابود شد. لیکن اینها عقیده خوارجی دارند. انا همین طایفه هایی که ما گفتیم اینها پیروان خوارج اول هستند. عقیده اشون نفسی عینی همون عقیده خوارج پیشتره است که ما در این باب در 15 حلقه گذشته عقیده ها را بیان کردیم. دومین مراتبه شرط نیست که ما امروز اینها را بیان کنیم، بله، برای که اینها هم خوارج قدیم هستند، لیکن امروز وجود دارند در بین ما. امروز در بین ما وجود دارند. فکر نکنید که خوارج ها به تمام نابود شدند. خوارج ها به خودشون حکومت دارند، مدرسه دارند، کتاب دارند، علما دارند. هست. هیچ کسی به اینها کاری ندارد. برای آنکه حکومت های گوناگون برای مسلمان ها حکومت های گوناگون داشته باشه، یک حکومت خوارجی، یک حکومت رافضگی، یک حکومت غلات صوفی، یک حکومت حزبی، مقصد چیست؟ اینها که از منهج دورند همهشون به یهود و نصارا سرخم میکنند. برای همه اینها حکومت درست است، اما یگانه حکومتی که اهل سنت و جماعت داشته باشد که به قرآن و سنت حکومت کند برای این اجازت نمیده. اولین کسانی که برای مسلمان ها حکومت کردن نمیماند همین رافضه هست. رافضه ها، قبوری ها، حزبی ها و همین خوارج. خوب است. بارک الله فیکم. اکنون دومین خوارج هایی که یعنی امروزه خوارج هایی که به مانند خوارج قدیم هستند برادران عزیز به همین تمام میکنیم، گپ زیاد نمیکنیم. لیکن انا همین محمدی کردی سنی خودش رو سنی نامونده، سنی نیستی. ابو محمدی کردی خوارج از کدام نمودی خوارج هستیم؟ از همین خوارج های قدیم است. ابو محمدی کردی از خوارج های قدیم است. البته خوارج های جدید بم داخل میشد، لیکن ببینید 100% از خوارج قدیم است. یکی از امام های خوارج قدیم امروز که عقیده 100% خوارج قدیم غلات را دارد ابو محمد کردی خودش سنی میگه، صدقه سنی شود. این به کفر واقع شده است. این باید تکفیر کرده شود و از این انسان باید براءت کرده شود. کسانی که به عقیده همین میروند 100% خوارج غلات کلاب النار و در حقیقت یقتلون اهل الاسلام و دعون اهل الاوثان. انا من است.
برای چی ما خوارج عقیده انا همین طائفه اول میگیرد، یعنی عقیده خوارج برای اون که عقیدش به مانند دیگر همه خوارج ها بازیه، نجداد، ازاریقه، حروری باشد یا پیش از این یا بعد از این خوارج های اجریده های فارسی غلات، بویسیه ها، همه اینها عقیده داشتن که به گناه کبیره تکفیر کرده میشه. عیناً گفتیم این اصول خوارج قدیم است. اصول خوارج قدیم به گناه کبیره تکفیر کرده میشه. کسی که به گناه کبیره تکفیر کند، یعنی در نزد اینها کفرون دون الکفر وجود ندارد. یعنی کفرون دون الکفر کدام کفر است؟ کفر اصغر وجود ندارد، شرک اصغر وجود ندارد. همه چیزی که هست کفر آمده، شرک آمده، این شرک اکبر است و کفر اکبر است. هر کسی که کفر اصغر هم هست بگوید، شرک اصغر هم هست بگوید، اون خوارج ها و امام اینها یکی از اونها انا همین محمد کردی، ابو محمد کردی است. و اصول دیگری خوارج ها که خوارج های غلات اجریده های فارس بود، انکار اجماع است. انکار اجماع. اجماع را خوارج های همه خوارج ها نه، یک قسم خوارج ها اجماع را نقل میکردن، اجماع البته قسمی از صحابه را، لیکن بالاخره از سبب اینکه خوارج ها به صحابه مشکلی کردن، صحابه را تکفیر کردن، براءت خود را از عثمان اعلان کردن، خوارج ها از علی اعلان کردن، از معاویه اعلان کردن رضی الله عنهم اجمعین. در نزد اینها اجماع وجود ندارد. خوارج مراد هم اجماع را نقل کرده نمیتواند. برای چی؟ برای اینکه در نزد خوارج این صحابه ها والعیاذ بالله کافرند، به مانند رافضه ها. رافضه هم اجماع اهل بیت میگن، این باطل است. و این خوارج ها برای همین اینها از اجماع براءت اعلان کردند، زیرا که اینها از صحابه براءت اعلان کردند، مجبورند که اجماع را قبول نکنند. اگر اینها اجماع را قبول کنند باید علی را قبول کنند، عثمان را قبول کنند، معاویه را قبول کنند رضی الله عنهم اجمعین. از همین جهت اجماع را انکار میکنند و کسی که اجماع را گوید او را تکفیر میکنند. کسی که اجماع را قبول کند او را تکفیر میکنند. اجماع را کی گفته؟ در زمان سلف صالح امام الشافعی، مالک یا که احمد بن حنبل و غیره، همه اینها را تکفیر میکنند و هر کسی که همونها را تکفیر نکرد باز تکفیر میکنند. اینها از همه غلات بدترین خوارج است، زیرا که خوارج های بودند که اجماع را انکار میکردند، اما کسی که همون اجماع را گفته ها را تکفیر نکند تکفیر نمیکردند. خوارج های قدیم هر کسی که اجماع را که گفت همون را تکفیر نکرد تکفیر نمیکردند. لیکن ببینید امروزه خوارج هایی که هست به مانند ابو محمد الکردی که خوارج قدیم به این از خوارج قدیم است، میگه هر کسی که اجماع را گفت کافر است. همین اجماع را گفته را هر کسی کافر نگوید عازری هست. اهل توحید را، اهل سنت و الجماعت را این خوارج های قدیم به حکم عازری تکفیر میکنند. من شما را اهل سنت را همون ابو محمد الکردی عازری میگوید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در نزد این خوارج قدیم نجس هر کسی که امام شافعی را رحمه الله، مالک رحمه الله را، احمد بن حنبل رحمه الله را تکفیر نکند عازری هست، کافر است. برای چی؟ برای آنکه امام شافعی، مالک و امام احمد بن حنبل رحمه الله در نزد این خوارج القدیم مشرع هستند. مشرع، قانون برار، شریعت ساختن، برای همین باید تکفیر شود. کسی که اینها را تکفیر نکرد عازری کافر است. پس ابو محمد الکردی الخوارج از خوارج های قدیم، از خوارج های غلات قدیم به مانند این از کدام جماعت است؟ از جماعت اجاریده و بویسیه‌ای، از همه خبیث‌ترین خوارج است. این کلاب النار است. اما افسوس، صد افسوس، وقتی که ما بیان منهج اهل سنت و جماعت را در باب عازر المشرک بیان کردیم، جوانهایی که علم ندارند،
عیناً همون صفت پیامبر گفته. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام، ناو دندان برآورده، ناو همین جوانها به عقل و حالا عقلش به جا نرسیده، این جوانها همین نوگی کمی سخن ما را فهمیده، خوارج رفتن سخن خوارج رو هم گوش میکنند و بعد از میگن که خودی ابو محمد یا خودی شما اهل سنت شما عذرین. عذری در نزد خوارج دیگر است، عذری در نزد منهج سلف صالح دیگر است. عذری که در نزد این خوارج های غلاتی که پیروان خوارج قدیم هستند، اینها اهل سنت و موحد را عذری گفته تکفیر میکنند. اما عذری که در نزد ما هست، همان کسی که مشرکی مجمع علیه را دیده، دانسته، فهمیده، علم دارد، میداند او به شرک اکبر واقع شده، اما با تکفیر نمیکند، انا این است، این عذری است. اگر جاهل باشد و نفهمد، همین هم عذر دارد، منهج سلف است. یعنی من به شما گفتنی هستم که نشود که برادرهای عزیزم به همین کلمه عذری خوارج ها شما را به جانب خودش کشد داخل کند. کلمه عذری خوارج ها من دیده شده گفته شده است اهل سنت، اما عذری که ما میگوییم، عذری که این خوارج ها میگوید به مانند ابو محمد الکردی خوارج از زمین تا آسمان فرق دارد. ما در دیگر وادی و در دیگر مسئله هستیم، اونها در دیگر وادی هستند. اونها خوارج گفته، بار دیگر میگم، اونها معذرت خواهی میکنم، عذری گفتم همه مسلمان های روی عالم، همه کسانی که علمای سلف را رحمه الله گفتن، همه عذری میگن. اینا کفار مشرکینن. البته این خوارج ها را ما حکمشون رو بیان میکنیم. این خوارج ها به همین عقیده هایشون به کفر و شرک واقع شدند، نه به یک شرک، نه به یک کفر، به یک چند کفر اکبر. این بازیه ها مثلا در باب اسما و صفات، انا این خوارج هایی که در باب اسما و صفات ما نمیدانیم، به مانند ابو محمد الکردی که چی عقیده دارد، ولی در باب تکفیر ظاهری انسان را قبول نکرده به نجدات رفتن، عقیده نجدات هم دارد. یعنی از هم عقیده های بدترین غلوترین خوارج های قدیم را ابو محمد الکردی خوارج جمع کرده گرفته است. عقیده بدترین خوارج ها تکفیر به گناه کبیره، عقیده بدترین غلات نجدات، ظاهر انسان را قبول نکردن و به باطن شکم کرده، همه روی مسلمان ها را، عالم را بوده را تکفیر کردن. عقیده اجاریده های غلات خوارج ها در سرزمین فارس که اینها بارک الله فیکم اجماع را انکار کرده، هر کسی که اجماع را گوید تکفیر کرده، هر کسی که اونها را تکفیر نکند تکفیر کردن. همه این غلات را همین کودک جمع کرده است. این خوارجی ابو محمد الکردی بچه‌ها رو میبینید که بعضی جوان‌ها رو میبینید که من وای را هم گوش میکنم، دیگر را هم گوش میکنم، گمراه میشوی. به تو کی اجازت داد که اهل بدعت را گوش کنی؟ برادران عزیز، نشستن در این چنین مجلس ها عاقبتش گمراه شدن است. به این چنین انسان ها در مجلس اینها نشینید، حرام است. احتیاط کنید، دین خود احتیاط کنید. من میدانم که بسیاری ها به دینشون پروا ندارن، میرن این طرف اون طرف کفتکو به گفت خودشون آنها کفتکو کرده شدن. الله المستعان، الله شما را هدایت بکنه. این بود فرقه اولی خوارج امروزه. مختصرا ما گفتیم ولی گپ میزنیم. فرقه دوم، انکو دویم طایفه خوارج هایی که امروز با وجود دارد. غیر اینها گفتیم عین خوارج قدیم هم. اینها غلوترین فرقه خوارج ها. انا این دویم فرقه را نمیداند مردم، یا فرقه سوم را هم مردم نمیداند. مردم خوارج گفته فقط همون خوارج قدیم هم میداند، حالا که خوارج قدیم را هم مردم حتی نمیشناسند. فرقه دوم همون کسانی هستند که علما میگن الذين سموا اهل التوحید خوارج لما معهم من التوحید. اینها کسانی هستند که اهل توحید را خوارج نامیدند
به سبب توحید اهل توحید. شما چی فهمید؟ یعنی طایفه دوم خوارج همین خوارج است که شب و روز مبارزه میبرد با اهل توحید. اهل توحید خوارج مینامد، اهل سنت و الجماعت را، اهل توحید را خوارج مینامد. شب و روز ضد اهل توحید جنگ میکند، دفاع از طاغوت میکند، دفاع از حکم بغیر ما انزل الله میکند. اما اهل توحید خوارج میگه. انا اینا هستن طایفه دوم. یک حلقه علاهیده شاید گپ زنیم، ولی گپ در پیش است. خوارج سوم، اینها کسانی هستند که سومین طایفه خوارج ها در انمین حاضر در زمان ما، اینها کسانی هستند که خارج شدند، خروج کردند بر علیه مسلمین و موحدین، مسلمان ها را تکفیر میکنند به سبب غلو و جهل. خیلی که علما همه میگن غلو و جهل، جاهلند، از درون مسلمان ها میبرند و مسلمان ها را از سبب جهل به یگان مناط شرعی، به یگان مناط تکفیر شرعی غلو کرده، جاهلانه مسلمان ها را تکفیر میکنند. یک، تکفیر به تسلسل میکنند. دو، تکفیر باللازم میکنند. تکفیر باللازم البته در زمان سلف صالح بود، لیکن در همون مسائلی که لازمش در حقیقت کفر باشد، اما گپ های عادی که لازمش را به کفر بردن شرط نیست میکشانند و تکفیر، این سخنش کفر نیست اما همین سخن را کشاله کرده برده تکفیر میکنند. تکفیر به تسلسل میکنند، یعنی مشرک کافر، عاذر المشرک کافر، آدم سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم رفتن میگن. البته ما این مسئله بعد داخل میشویم که تا کجا اهل سنت تسلسل در تکفیرشون درست است. یعنی اول مشرک، عاذر المشرک، آدم سوم کدام وقت ممکن یا ممکن نیست. اینها، این طایفه سوم یک بدعت های دیگر را آوردن که هیچ کسی نه آورده. بعضی از علما میگن تسلسل در تکفیر در خوارج قدیم تسلسل در تکفیر نبود. همین میدونید شما، ما همه خوارج قدیم خوندیم. در یگان طایفه از خوارج قدیم تسلسل در تکفیر نبود. تسلسل یعنی چی؟ زنجیره تکفیر. آدم یکم، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، تمام عالم به خاطر یک کفر تکفیر می شود، حالا که همون کفر مجمع علیه نیست، حالا که همین کفر یک شاید تکفیر کرده نمیشه از سبب جهل. همین یک بدعتی که نو پیدا کرد. اما اذا کفر الحاکم و کفر المحکوم، این خوارج ها همین میگن حاکم کافر شود، محکوم کافر است. یک، اینها با میگن که این عقیده خوارج جدود است، لیکن این سخنی نجدات بود، بل اجاریده بود. اجاریده های قدیم میگفتن که حاکم کافر شود، محکوم کافر است. در دارالکفر زندگی، همین گپه امروزه خوارج های جدید هم میگن که در دارالکفر زندگی کرده ها کافر است. یک، بعد از این میگن که ما انسان ها را به ظاهر شکر نمیکنیم، هر کس شهادتن را گوید هم، نماز خواند هم، این کافر است، زیرا که ما از باطن او بیخبریم، زیرا که او کفر به طاغوتش را ظاهر نکرد. این هم عقیده خوارج قدیم از نجدات است، لیکن امروز همین طایفه سوم خوارج ها که خودشان را اهل سنت پیروی از سلف صالح میگویند همین سخن را میگن. و یا همین تکفیرشان را کفر الحاکم کفر المحکوم، تکفیر نکردن به ظاهر، این مقصد همیش تکفیر بالعموم است. یا سوم روششون تکفیر العام، تمام روی عالم بوده مردم کافرند شده، ما مسلمان را از غیر مسلمان جدا کرده نمیتوانیم گویان همه را تکفیر میکنند. اینها خوارج های جدودی امروز هستند. اینها به
به بین اهل مسلمین، در بین مسلمان ها، در بین اهل توحید، از سه طایفه که امروز هست، امروز سه طایفه خوارجی که هست، خوارجی قدیم، خوارجی جهمیه که اهل سنت را خوارج میگن، به مانند مداخله، سروری ها، حزبی ها، اینا هم خوارجن. و انا این طایفه سوم که تسلسل در تکفیر، تکفیر عام، تکفیر بظاهر قبول نکردن و تکفیر و غیره و غیره، اذا کفر الحاکم کفر المحکوم، در بین موحدین، در بین مسلمین از همین خوارج ها کدامش زیادتر منتشر شدنش ممکن است یا که مرش ممکن است؟ طایفه سوم، طایفه یکم را قریب که اکثر آدم میفهمد و میشناسد و خوب زود دور میشه. بجز از همه آدم احمق توپای دیگر کسی به مانند عقیده ابو محمد الکردی پیروی همون شدن و به همون دوست شدن، آدمی به عقل این کار نمیکنه، میفهمد که این خیلی گمراه ظاهر است، غلوش سخت است، خوارجی ظاهری قدیم است. طایفه دوم مدخلی، سروری، حزبی، غلات، رافضه، اینا که خوارجای خوبسا اهل سنت و موحدین را تکفیر میکنه. اما طایفه سوم غلو کرده ها در تکفیر، این طایفه را مردم نمیشناسند، زیرا که این طایفه از صوفی است، از حزبی ها نیست. این طایفه سوم از مداخله نیست و از رافضی هم نیست. طایفه سوم از حزبی، از سروری، از مداخله، از رافضه براعت میکند. در باب اسما و صفات هم طایفه سوم عقیدهش به مانند نه معتزلی نه جهمی عقیده ندارد، بلکه عقیدهش شاید یا بگیم بسیاری اینها یا اکثرش یا کاملا در باب اسما و صفات، اثبات اسما و صفات عقیدهش اهل سنت و جماعت است. یعنی در باب اسما و صفات عیناً عقیده اهل سنت و جماعت میبینید. اجماع رو هم قبول میکند، بعضی اینها اکثرش اجماع رو هم قبول میکند. به گناه کبیره تکفیر نمی کند. طایفه سوم شناختنش مشکل است، برای همین بسیاری ها به طایفه سوم از درون موحدین جوانهای به علم یا که بگیم منهج نفهمیده، جوانهای به علم و جاهل نو از اهل سنت باخبر شود، به خوارج طایفه سوم رفتنش ممکن است. برای چی؟ بار دیگر میگم، برای که این طایفه میگه که ما گناه کبیره که تکفیر نمیکنیم، ما عقیدمون در باب اسما و صفات همون خیلی که اهل سنت میگن همون خیلی است. الله مثلا دست دارد، پا دارد، در بالای عرش است، اینا مثل اهل سنت و جماعت است. هر کمتر در تکفیر غلو میکنه در اینجا. ما میگه در باب ایمان زیاد و کم میشود، اینو آن میگیم و غیره و غیره. اما در باب تکفیر بالعموم میکند، تکفیر بالتسلسل میکند، ظاهر انسان را قبول نمیکند، در دارالکفر بوده را تکفیر میگد، کافر میگد تا ظاهر نکند میگد. انا اینها از این جهت هم خوارجند. یعنی اینها غلوشون، طایفه سوم غلوشون در تکفیر است. مشکلی اساسی موحدین با همین است. اینها برای چی با همینها مشکلی میشود؟ برای چی انمین طایفه سوم برای موحدین ضررش زیادتر میرسد؟ برای که موحدین وقتی که مثلا در یک جا جمع شدند، مسلمان ها همه به خاطر جهاد در یک جا مثلا جمع شده باشند و غیره و غیره باشد، و درون موحدا صوفی نمی رود، خوارج قدیم غلات نمی رود، مدخلی هم نمی رود، رافضی هم نمی رود. لیکن انا این طایفه سوم، این غلو کرده ها در تکفیر همراه شما می رود. شما فکر میکنید که بله برادر شما است، زیرا که در نماز به مانند شما 5 وقت میخواند، به مانند شما عقیده اسما و صفات دارد و کمی در باب شما فکر میکنید که کمی در باب تکفیر غلو کرده است. اما انا همینها روزی از روزها میخیزند، مسلمان کشی را شروع میکنند، زیرا که نشین است. اینها همون منطقه را کافر میگویند، کافر نشین میگن. اگر به زیر دست شما یگان منطقه داخل شد، اینها میروند مسلمان هایی که در این منطقه بود، نمازخوان، روزه دار باشد، شهادتین را میگوید، زنهای به حجاب را
میگن که این عملهای ظاهریش اسلام نیست، اینها باید مسلمانیش رو ظاهر کنند. میگن تا ظاهر کردنش اینها میروند و اینها را قتل کردنش جایز میگن، پول مالش کشیده گرفتن جایز میگن، و هر کسی که همین عقیدهشون قبول نکرد همین رو هم تکفیر میکنن. یعنی این خوب است اول در حالت کمی پنهانی می ایستند و عقیده خود منتشر میکنند و وقتی که جمعیتشون صفشون زیاد شد خروج واقعی کرده و در بین مسلمین کشتار را به وجود میارد. طایفه سوم خیلی خطرناک است و این طایفه سوم صفش را از همین موحدین، همین شما جوانها طالب علمان اهل سنت وقتی که گوش میکنید و مذهب اهل سنت فهمیدید، این خوارج ها صفشون را از شما پر میکنن، صفشون را با شما وسیع میکنن. برای که شما خوارج گفته فکر کردید که خوارج فقط به گناه کبیره تکفیر میکند، خوارج کسی که اجماع را قبول نکرده تکفیر میکند، خوارج این خوارجون. خوارج حقیقی این خوارج رو نشناختید که خوارج های هستند که گناه کبیره کتی تکفیر نمیکنند، اجماع را هم انکار نمیکنند، اما غلو در تکفیر کرد ظاهر انسان قبول ندارد. ظاهر خودی که اهل سنت است، فقط یک مشکلی در باب تکفیر دارند. اذا کفر الحاکم کفر المحکوم، یا میگن یعنی به دیگر عباره گویم هر کسی که در دارالکفر است این کافر است، زیرا که توحید ظاهر نکرد، زیرا که کفر به طاغوت ظاهر نکرد. هر کسی که من عقیده را ظاهر میکرد این خوارج است. از تمام جانب اهل سنت باشد، از تمام جانب اهل سنت باشد، اما اگر گوید که هر کسی که در دارالکفر است این انسان را ما حکم اسلام ظاهری حکمی اسمی نمیدهیم، بلکه این انسان را که نماز میخواند شهادتن را میگوید در مسجد نماز میخواند ما از او کفر شرک ندیدیم ولی کافر میگویم، تا زمانی که عداوتش را ظاهر کند، کفر به طاغوت را ظاهر کند، وگرنه این کافر است، نمازش شهادتینش علامت اسلام نیست. میگه انمینها خوارج غلات سخترین. از جانب دیگر اینا جهمی شدنشون ممکن است، فراموش نکنید. در دیگر بعضی مثلا میبینید که اینها جهمی است اما فقط در باب تکفیر غلو میکنه و بعضی ها فکر، بعضی ها جدا کرده نمیتواند. بعضی اهل سنت فرق اهل سنت را از این فرق خوارج ها جدا کرده نمیتواند. فکر میکند که اهل سنت هم همینا است، کمتر فرق میکند، بیا من اینا را میگیرم، کمتر دینم احتیاط میکنم، بهترش همینا را گیرم میگم. برای که امروز جوانهای امت اسلام از کفر و شرک دلگیر شد، از خیانت دلگیر شد. 100 سال است که بیزار از خیانت حزبی، بیزار از خیانت رافضه، بیزار از خیانت قبوری های جهمی ها شد. اینها از دلگیر شدنشان جوانها زیادتر به همین عقیده تکفیر میرن. در درون ترمه ها جوانها وقتی که از درون ترمه های طاغوت، وقتی که جوانها بسیارتر کشته میشوند، زده میشوند، لط و کوب تحقیر میشوند، انا همین عقیده را میگیرن. برای همین این عقیده امروز دارد منتشر می شود و سبب منتشر شدنش هم خود طاغوت ها است. خود یهود و نصارا و لشکران یهود و نصارا طاغوت ها مخصوص دانسته این کار میکنند. شما فکر نکنید که این عقیده خود به خود پهن می شود، فقط از سبب جهل نیست، بلکه خود طاغوت ها امروز میخواهند که انا همین عقیده منتشر شود. برای چی؟ برای آنکه این عقیده وقتی که منتشر شد مسلمان ها 100 سال دیگر هم دیگر کشی میکنند. یک، برای که این عقیده غلات منتشر شد مسلمان ها هیچ وقت هیچگاه در یگان جا با هم در یک جا آسوده در زیر یک حکومت شرعی قرآن و سنت خوارج خودت همه را کافر گفته تکفیر کشته میپرد. برای همین مخصوص امروز طاغوت هایی که خودش مسلمان میگوید این طاغوت ها درون ترمهش پوری جوان ها میکند، در درون ترمه ها مخصوص جوان ها را چیکار میکند؟ اذیت میدهد، آزار میرساند، زنهایش را آورده تجاوز میکند.
مخصوص این وظیفه گذاشته شده است که جوانها نفرتش اینقدر زیاد شود که به غلو تکفیری رود و در همین جنگ و جدال هم منهج پیامبر صلی الله علیه وسلم را ترک کند و به غلو رود و غلو که رفت با مسلمان کشی سر. به ما علما گفته بودند که تا سالهای همین 10-15 سال پیش تا بگیم یک 20 سال پیش تمام کفار مسلمان ها را به واسطه این مذهب جهته می انداختند، مسلمان ها را پراکنده می کردند و شکست می دادند. اما وقتی که علما ضد جهمی ها سخت کار کردند، جهمی ها را خونسا کردند، به مسلمان ها جهمی ها را شناس کردند، مسلمان ها از حقیقت خباثت جهمی ها شناس شد. البته شما فکر میکنید که دشمنان اسلام از این چیز بیخبرند. دشمنان اسلام فهمیدند که مسلمان ها را دیگر به واسطه مذهب جهمی فریب داده نمیشود. اناکنون مسلمان ها دلگیر شدند، در حالت غضب هستند. اناکنون مسلمان ها را به خوارج ها فریب داده میشود. نقشه دوم کشیدند. اناکنون خوارج ها را منتشر میکنند طاغوت ها. یعنی مسلمان هایی که جوان هایی که خیلی هم غلو کرده است اینا منتشر میکنند. برای چی؟ برای اون که خواه جهمی باشد خواه خوارج شکست مسلمان هاست، خواه جهمی باشد خواه خوارج تفریقه بین مسلمان ها و موحدین است، خواه جهمی باشد خواه خوارج اینها به فایده طاغوت و شیطان است. برای همین همیشه میگیم که جهمی و خوارج دو قنات شیطان، دو شاخ شیطان. برای شیطان مهم نیست که مردم جهمی باشد یا خوارج، هر دوشم برای شیطان گمراه است، خوب است. زیرا که ضرر خوارج هم کم نیست و ضرر جهمی هم کم نیست. هر دوش اسلام شکست میده، مسلمان های موحدین نابود میکنه. برای همین است که ما تعلیم میگیریم، میآموزیم، نازکی ها رو میفهمیم، به شما میفهمیم. برای همین است که علما لازمند، در هر یک دور و زمان طالب علمان اهل سنت لازمند. برای همین است که در هر یک دور و زمان علما آمده مردم را در منهج ناب صاف تازه اهل سنت و الجماعتی که قرآن و سنت فهم سلف است نگه می‌دارند. بودن طالب علم علما برای همین ضرور است که خوارج ها را نگه دارند، از این طرف رد زنند و نابود کنند، جهمی ها را رد زنند و نابود کنند. علما سبب امنیت علمای ربانی اهل سنت و جماعت منهجی پیروان قرآن و سنت با فهم سلفی امت سبب امنیت مسلمان ها، سبب پیشرفت مسلمان ها همین علمای ربانی اهل سنت و جماعت هستند که خوارج را شناختند و رد کردند، جهمی ها را شناختند و رد کردند. حکومت شرعی قرآن و سنت با فهم سلفی این امت هم همین علمای ربانی اهل سنت و جماعت هستند که خوارج ها را رد میزنند یا جهمی ها را رد میزنند. برای همین این طاغوت ها این را هم فهمیدند، تمام علمای اهل سنت طالب علمان اهل سنت را محکم میکنند. نه 5 سال، نه 10 سال، نه 20 سال، نه 30 سال، یک عمره. شما هزارها علما دارید، یک عمره محکم است. اما اون کسانی که علما نیستند، خائنند، منتشر میشوند، کتابهایشان به پول به مبلغ به شما تقسیم کرده میشه. یهود و نصارا جوش باید تقسیم میکنن. برای همین این چیزها رو ما باید فهمیم. ما بازیچه دستی شیطان و لشکران شیطان نشویم. برای همین علمای اهل سنت و جماعت رو ما باید گوش کنیم، مصلحت گیریم، مشورت گیریم، یک جا باشیم. به عالم و به طالب علم این کارها، وحدت مسلمان ها، پیشروی مسلمان ها به وجود هرگز نمیاد. بعضی ها میگن که این عالما را ترک کن، همیشه تکفیر کن، ما خودمون وحدت میکنیم. ما تماشا میکنیم. طالب علم علما وقتی که
در جمعیت نیستند، بعد از یک ما خوارج، بعد از دو ما جهمی، بعد از سه ما میبینی سه طایفه همدیگری رو به قتل میرسند. الله المستعان. این چقدر یک مسئله مهم است. من نمیدونم که برادرها میفهمند که این چقدر نازک است. آیا میفهمند که این چقدر مهم است؟ آیا میدانند که سبب شکست ما مؤمنین، موحدین، مسلمین در نشناختن خوارج و در نشناختن جهمی، یا این خیلی دیگر به ایبار در نشناختن خوارج و بی‌پروایی کردن به جهمی است. بسیاری ها جهمی را میشناسند، بی‌پروایی به جهمی میکنند، خوارج را نمیشناسند. ما باید هم خوارج و هم جهمی ها را شناسیم و پیش هر دوش را هم بگیریم. و منهج اهل سنت در بین جهمی و خوارج واضح آشکار انیق باشد. اما افسوس که امروز بعضی بنام علما در این ملت فارس فهمیده یا نفهمیده انمین طائفه سوم را نصرت میدهند. همین طائفه سوم، خوارج‌هایی که غلو کردن در تکفیر، نصرت میدن. میگن که هر کسی که در دارالکفر است اگر عداوتش را ظاهر نکند، کفر به طاغوت را ظاهر نکند، او کافر است. یعنی نماز خواندنش، شهادتین گفتنش علامت اسلام نیست. این عقیده خوارج است. هر کسی که این را میگوید این اصول خوارج را گفته و خوارج گفته میشه. این انسان ها را میبینید که در باب عذر بالجهل، عذر المشرک، مذهبی جهمی است. خیلی گفتیم از جانب اینها غلو کردنشون هم ممکن است، از جانب جهمی شدنشون هم ممکن است. الله المستعان. سبب به علمی و به منهجی. اما علما و طالب علمایی که الله سبحانه و تعالی توفیقشون داده است، الله نعمت بزرگش را که فهم و درک است داده است، این چیزها را فهمیدن و به من شما تعلیم دادن، آموزانید. این بود سه طایفه خوارج‌های امروزه. اما حالا میرویم به موضوع جدید، سبب ظاهر شدن خوارج‌های جدود در این زمانه. چی چیزها سبب شد که خوارج‌های جدید به وجود آمد؟ و بعد از این موضوع حلقه رو به پایان میرسونیم. در آینده، حلقه آینده گشته همین سه خوارج‌ها رو در درون این خوارج‌ها کیها هستند ذکر میکنیم. و سه ذکر میکنیم و بعد از این همین خوارجی که در باب تکفیر هست آخران این به میبیم، همه این مسائل شبهاتش گفته، رد زده و بیان میکنیم. سبب ظاهر شوی خوارج‌های جدید و تاریخ اینها همین است که اولین سبب همین است که علما میگویند، خیلی شیخ خالد المرزا حامدی هم عجیب بیان میکند، اولین سبب به وجود آمدن خوارج‌های جدید میگه کسانی هستند که همین فکر خوارج‌های جدید را گرفتند به خاطر مبارزه بردن با دین، به خاطر هر بدین نفاقاً عقیده خوارجی را گرفتند و به درون اسلام خودشون در آورد. و این ساخته استخبارات حکام مرتدین است به خاطر حرب مؤمنین و مسلمین و موحدین و مجاهدین. در حکومت‌های طاغوتی اینها همون لشکری طاغوت شده کار میکرد، ضابط و یگون منصبدار لشکری طاغوت بود. اما یک باره اینها را میبینی که از لشکری طاغوت برآمده توبه کرده، لیکن خوارج غلات شده به درون موحدین می درآید به خاطر شکست دادن موحدین. یعنی بار دیگر میگم سببی انا همین چیزها ظاهر شدنش در بین موحدین برای چی؟ عقیده خوارج‌ها در بین موحدین ظاهر شدنش برای چی؟ یک نقشه طاغوت است که خود طاغوت لشکر آموزاند، میفهماند طاغوت ها بر دروغ کسی که مسلمان نیست به دین می جنگد، خودش را مسلمان و موحد گفته، ریش گذاشته، خودش طالب علم من حقیقت میخوام گفته، به درون موحدین می درآید، موحدین تکفیر میکند، به موحدین تفریقه انداخته پیش دعوت منهجی را میگیرد، مسلمان ها را پراکنده میکند.
پاره پاره میکند. مردم جاهل البته که این چیزا نمیفهمند، پیروی میکنند و به همین دعوت پیشش گرفته موحدین پراکنده این وظیفهش را اجرا کرد. طاغوت باز عمرش درازتر، باز آرامتر لذت میبرد. یعنی مخصوص برای پیشگیری از چی؟ از دعوت، پیشگیری از پیشروی مؤمنین مسلمین موحدین. برای من احتیاط باشید. کسانی که به جانب غلو میروند، یک چیزی کسی را دیده در هر کجا که به جانب غلو میروند، اولین فکر شما این باشد که بناگاه انا همین انسان ساخته طاغوت نباشد. این گمانی بد کردن نیست. من میفهمم که به من خبرها میاد که بعضی برادرها میگن که این گمانی بد کردن به یک برادر. ما به برادر موحد گمانی بد نکردیم، به یک احمق جاهل غلو کرده که منهج خوارج میدارد، تکفیر بالعام میکند، به یک کافر این گمان است. این چیزی دیده شده است و این علما به ما تعلیم دادن که این طاغوت ها میسازند. خیلی که در بین دعوت ما هم یک چند مراتب ساختنی شدن که خواستند که دعوت مبارکه ما را دعوت تکفیری و خوارجی نشان بدهند. اما به فضل و رحمت و کرم الله سبحانه و تعالی پیش راهی این غلو کرده ها را ما گرفت. خدا دوست و برادر گفته ما به یگان خوارج غلات تکفیری نه دوست هستیم، نه اون شاگرد ما هست و همیش دروغ است برای پراکنده کردن. برای من هر برادری که در هر جایی که غلو کرد، اولین تحقیقات که باید در بالای همون آدم کرده شود این در باب این که این یگان جاسوس یا یگان ساخته پروژه نقشه طاغوت نیست. چرا این کارا رو میکنه؟ یکم چیز میگست. دومین چیز، بچه های جوان های جاهل که منهج دوست دارند، پیامبر دوست دارند، اما جاهلند، مسلمانند، بهترین جوان هایند، فداکارند، مخلصند، دوستداری رسول الله هستند. از همه زیادتر شاید پیامبر دوست دارند و میخواند که در راه دین یگان کاری کنند، اما جاهلند. یک چیزی عادی را نمیفهمند. از سبب جاهل بودن، از سبب نفهمیدن به ان همین نقشه های پلیدی طاغوت ها یا به همین خوارج ها، به گفته های خوارج ها، به شبهات خوارج ها داخل می شوند و صف خوارج ها را زیاد می کنند و یک روز می بینید که در دستش یراق، در دستش اسلحه به ضد مسلمان ها مسلمان کشی کرده گشت است، بیخبر است. همون را حق گفته. سبحان الله، سبحان الله. جهل خطرناکترین چیز جهل است. برای همین میگیم جهل خطرناکترین چیز برای یک مسلمان است. دشمن یک مسلمان پیش از همه جهل است. دشمن معنوی تو پیش از همه جهل است. جهل چی بسا جوانها را گمراه کرد. جهل چی بسا سبب شد که جوانها مسلمان کشی کنند و خودشان هم حرام مورد. الله المستعان، الله المستعان. و همین جوانها را میبینید که ضد آموختنند، ضد گوش کردنند، طالب علم ها را تحقیر میکنند، علما را تحقیر میکنند، منهج تحقیر میکنند. در منهج اونها نه علم است و نه منهج، نه آموختن است. عاقبت همین جوانها رفته رفته میبینی که بعد از یک سال دو سال خوارج مسلمان کشی شرم میشه. یعنی اینها کسانی هستند که پیرو شدن به لشکران طاغوت. یعنی طاغوت منهج ساخت، فریب داد، اینها پیروی کردند. و یا آدم های گفتیم مخلصین صادقین جاهلینی که همین تکفیر دین گفته قبول کردند، کمتر علم خوندند، کتاب ها رو خوندند، منهج علما رو نفهمیده، سلف صالح رو نفهمیده، سخنهای علما رو خطا فهمیده، از پیش خودشون غلو در تکفیر کردند و
تکفیر بالعموم برفتند. والعیاذ بالله. برای همین سبب های ظهور این رو انا همین گفتم علما جهل، نفهمیدن و کتاب ها را این مسئله بخوندن، علمای اهل سنت که در میدان نیست، باوری نکردن به علمای اهل سنت، نقشه های طاغوت به داده شدن و این انا همین عقیده خوارجی عادتا در میدان های جهاد به وجود میاد. یعنی در یک جا بینید که یک جماعت جهاد اعلام میکند، در یک مردم گروه که جهاد میکند، در همون جا خوارج ها به وجود میاد. بعد از یک مدت میبینید که یک عده همه را تکفیر کرده، به همه خروج کرده، همه را قتل کرده، مسلمان های ظاهری را قبول نکرده، نماز ظاهرا حکم مسلمان نیست، شهادتا مسلمان نیست، مقصدی جهادش فراموش شده، مسلمان کشکت یوار است. به تکفیر مؤمنین موحدین صادقین مشغول است. به جای این که دین الله نصرت دید، مشغول به تکفیر موحدین، به تکفیر مؤمنین صادقین مشغول میشن. شخصی که پیامبر گفتن یقتلون اهل الاسلام و یدعون اهل الاوثان، متفق علیه. آنها کسانی هستند که قتل میکنن خوارج ها اهل اسلام را و ترک میکنن اهل اوثان را. و این چون این در ترمه های طاغوت به خیلی منتشر شده است به سبب آزار و اذیت اونها یا به سبب نقشه های اونها که اذیت و آزار مخصوص میرسونن که از سبب بدبینی اینها زیاد شدن، همین عقیده با وجود میاد و بعد از این تکفیرهای ناحق به وجود میاد. یعنی تکفیر در اساس منهج نه، تکفیر در اساس بدبینی، تسلسل در تکفیر در اساس بدبینی به وجود میاد. حالا که تکفیر معلوم است که باید در اساس منهج باشد، تکفیر باید به مناط باشد، تکفیر مجمع علیه باشد و غیر و غیر، که ما در آینده در مرحله سوم درسمون که گفتیم مرحله سوم چی است، هر یک موضوع رو یک به یک دیده میبریم. حالا مرحله دوم که ما فقط به شما خبر داده شدیم، به شما آموزانده شدیم که خوارج‌ها چه خیلی چی تقسیم اینا. با همین القرآن تعالی هر سه همین خوارج‌ها رو کمی وسیع‌تر میفهمونیم. اهل توحید که هو خوارج میگن، ما یک این خوارج‌ها رو میفهمونیم و غیره و غیره، و بعد از این به موضوعی میگذاریم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.